سلام، معین هستم از گروه تدبیر سرمایه. امیدوارم حالتون خوب باشه. این اپیزود در ارتباط با تحلیل قیمت بیت کوین در روزها و ماه‌های آتیه که به چه شکل روندش هست. قبل از همه اینها من دوباره باید اشاره کنم در روزهایی ما قرار داریم که چه بازار کریپتو، چه فارکس و چه بازار بورس داخلی خودمون کاملا وابسته به اخبار سیاسی شده تا اخبار اقتصادی و باید حواسمون رو جمع کنیم در شرایطی که مارکت کاملا متکی بر تغییرات ژئوپلیتیکی شده. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که سرمایه‌مون رو حفظ کنیم و نباید خیلی شتاب زده از بازار خارج یا وارد بشیم. این نکته مهمیه که این روزا نباید با نوساناتی که در بازار شاهدش هستیم همگام بشیم، اما بر تصمیمات ما تأثیر احساسی نباید این نوسانات بذارن. پس سعی کنید این روزا حمایتی که بازار میخواد از شما بکنه رو در برابر رشد سرمایه خودتون پیش ببرید، نه برای ضررش. خب بریم سراغ قیمت بیت کوین ببینیم این روزا شرایطش چجوریه. خب اگه ما از تایم فریم هفتگیمون بریم 4 ساعته رو نگاه کنیم و ببینیم بعد افت شدیدی که داشت مارکت یه پول بک نسبتا خوبی میشه گفت زد، ولی اون پول بکی که ما انتظارش رو داشتیم نیست و صرفا چون بازار امریکا روز جمعه یه روند صعودی و یه روند به اصطلاح ریکاوری رو تجربه کرد، بیت هم یه مقدار صعودی شد. اما اگه بریم تایم فریم های بالاتر رو ما نگاه کنیم میبینیم که بیت کوین در هفته های اخیر حدود 52% کاهش داشته و اگه من خواسته باشم نشونتون بدم حدود 52% ما کاهش داشتیم در قیمت بیت کوین. اما این نباید نگران این بشیم که خب دیگه مارکت کریپتو تموم شده و باید از این مارکت هم خداحافظی کنیم. نه، ببینید نسبت به دوره های قبل و سال های قبل بیت کوین ما این افت ها رو بیایم بررسی کنیم کاملا میشه گفت اونقدر اعدادمون دور از انتظار نیست. مثلا برای سال 2021 که ما یه افت 73% رو داشتیم، دوباره بازار برگشته و قرار بر این نیست که با این افت‌های سنگین بخوایم بترسیم و سرمایه‌مون رو تغییر بدیم و از مارکت با ضرر زیاد خارج بشیم. خب اگه خواسته باشم خدمت شما هفته های بعد بیت کوین رو ما بررسی کنیم، اینه که ما در تایم فریم هفتگی و روزانه باید دنبال این باشیم که به خصوص در تایم فریم روزانه که مارکت بیاد برای ما یه رنجی ایجاد کنه. میبینید این رنجی رو که ما کشیدیم، ما همچین رنجی رو از مارکت میخوایم که از کانال 52 تا 73 هزار تا این رنج محدودش اینه و ما انتظار داریم قیمت بیت کوین در روزها و هفته های آتی توی این کانال رنج کنه و نوسان درست کنه. این نکته مهمه که ما بذاریم اول بازار برای ما رنج درست کنه. تا زمانی که رنج درست نکنه ورود بهش منطقی نیست. از طرفی هم اگه خواسته باشم سطوح حمایتی و مقاومتی رو برای شما بگم در هفته‌های آینده چه سطوحیه، اینجا براتون نوشتم. خب حمایتیمون 53 59 65 هزار تا، مقاومتیمون هم 82 73 و 71 ناحیه هاییه که برای هفته های آتی ما انتظار داریم بهش ریاکشن نشون بده قیمت بیت کوین. نکته دیگه ای که خواسته باشم بهشون بگم اینه که در این هفته ها اگر میخواید وارد پوزیشن خرید بشید، حتما چه در خرید چه در فروش استاپ لاسی که میذارید، به خصوص در پوزیشن خریدتون استاپ لاس سایزش کوچیک باشه که ضرر سنگینی نکنید اگه مارکت خواسته باشه یه تغییر خوبی انجام بده. پس استاپ لاس رو در هفته و روزهای اخیرتون باید سایزش رو کوچیک‌تر کنید. و اگه خواسته باشم بهتون بگم چرا ما منتظر ایجاد یک رنج هستیم و دوست داریم خب یه رنج تشکیل بشه بعد وارد شیم.
دلیلش اینه که اگه ما به سال 2023 برگردیم میبینیم که به خصوص تو تعطیلات کریسمس که این اتفاق افتاده، میبینیم مارکت یه نوسانی رو داشته، بعد یه رشد خوبی رو انجام داده. ما دنبال این هستیم که خدمتتون عرض کنم که در ناحیه‌ای که بازار رنج میکنه اون وقت رنجشو که کامل تشکیل داد وارد بشیم. به خاطر همینه که میگم این ناحیه رنجی که ما مشخص کردیم میشه گفتش جزء ناحیه‌های قطعی مونه. پس سعی کنید شتاب زده وارد مارکت نشید و به نظر من کانال‌های 65 60 و 55 نقاط خوبی برای خرید بیت کوینه. سعی کنید خریداتون رو اگه شک دارید مرحله‌ای انجام بدید و سرمایه‌تون رو به شکل مرحله به مرحله به بیت تبدیل کنید. از بیت بریم سراغ دامیننسش. دامیننسش هم سریع، تایممون بیشتر از 5 دقیقه شد، ولی خب دامیننس هم سریع نگاه بندازید ببینید تا زمانی که کاملا دامیننس صعودی باشه یا نزولی باشه میشه گفت روند بیت کوینمون هم خلافشه دیگه. خب همونطور که میدونیم این دوتا رابطه عکس دارن، ولی اگه خواسته باشیم بدونیم روند بیت کوین ما، روند قیمتیش به چه شکله، باید حتما دامیننسمون یه روند خیلی خوبی رو شروع کنه. از طرفی هم اگه خواسته باشیم RSI بیت کوین رو تو روزانه یا حتی 4 ساعت نگاه کنیم، اطلاعات خوبی به ما نمیده، چون باید لولای بهتری رو این RSI ما تشکیل بده که هنوز تشکیل نداده. خب همونطور که شما نگاه بکنید چیز خوبی تشکیل نداده، پس باید منتظر باشیم لولای بهتری رو برای ما تشکیل بده. و این تمام صحبت‌های من راجع به بیت کوین بود. در ماه‌های بعدی و هفته‌های آتی چه اتفاقاتی قرار رخ بده، پس شتاب زده عمل نکنید. برای همتون آرزو میکنم پورتفوتون همیشه تو سود باشه و منتظر ویدیوهای بعدی ما حتما باشید.